وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. از ابوذر غفاری رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث قدسی از خداوند جل و علا روایت می کند که ای بندگان من، ظلم و ستم را بر خود حرام نمودم و میان شما نیز آن را حرام کردم، پس به هم دیگر ظلم و ستم نکنید. ای بندگان من، همه شما گمراه هستید مگر کسی که من او را هدایت نموده ام، پس از من راه راست بخواهید تا شما را به آن راه نمایی کنم. ای بندگان من، همه شما گرسنه اید مگر کسی که من او را غذا داده ام، پس از من غذا بخواهید تا شما را اطعام کنم. ای بندگان من، همه شما برهنه اید مگر کسی که من او را پوشانده ام، پس از من لباس بخواهید تا شما را بپوشانم. ای بندگان من، در حقیقت همه شما شب و روز خطا می کنید و من گناهان شما را می آمرزم، پس از من آمرزش بخواهید تا شما را بیامرزم. ای بندگان من، شما هرگز نمی توانید به من زیان برسانید و هرگز نمی توانید به من فایده و سودی برسانید. ای بندگان من، اگر از نخستین شما تا آخرین شما و انس و جن شما همه بر پرهیزگارترین قلب باشید، مانند این که یک به یک شما پرهیزگار باشید، این تقوا و پرهیزگاری شما بر ملک من نمی افزاید. ای بندگان من، اگر اول و آخرتان و انس و جن شما همه بر بدترین و ناپاکترین قلب باشید، این بدی شما از ملک من چیزی کم نخواهد کرد. ای بندگان من، اگر اولین فرد تا آخرین فردتان از انس گرفته تا جن همه در میدانی ایستاده و از من خواهش کنند و من به هر یک از شما آنچه خواهد بدهم، این خواهش و خواسته از آنچه در نزد من است نمی کاهد، چنان که هرگاه سوزن به دریا فرو برده شود کم نخواهد شد. ای بندگان من، این همان است که می بینید.
درو شده کردارتان است که برای شما به وفا و تمام می شمارم و به شما می رسانم. پس کسی که خوبی را یافت باید خدا را ستایش کند و کسی که غیر از آن یافت نباید غیر خود دیگری را سرزنش کند.